داستان کلانترین کشتی های باربری دنیا. البته شاهراهای آبی که برای رد و بدل کردن کشتی ها خدمت می کنند، اینها شاهرگ های اقتصادیات جهانند. اولین کشتی های کلان باربری که ما درباره آن سخن گفتیم اگر مثال بیاریم، سال 1817 از جانب انگلیس ها ساخته شده است. آن برای چی بود؟ برای کشانیدن بار به امریکا و برگشتن از آنجا. از انگلیس ها دیگر کشورها عبرت گرفتند. آنها هم کشتی های باربری ساختند. برای کشتی های باربری کانتینرها هم لازمند که آن طرح‌ریزی‌اش در سال 1956 از طرف امریکایی ها شده بود. یکی از چنین کشتی های بزرگ باربری از تایوان است که نام آن ایور الاد می باشد. این کشتی در سال 2022 آماده گردید. این کشتی 24,000 کانتینر می برد. این کشتی وقتی که بار می گیرد، آن به 236,000 تن برابر می شود. این کشتی را شرکت CSSC چینی ساخته است. ارزش این گونه کشتی ها یا این کشتی 150 میلیون دلار است. کشتی نامبرده 400 متر درازی و 61 متر پهنایی دارد. محرک این کشتی به 75,000 قوه اسب برابر است. کشتی دیگری بزرگ بارکشان دنیا این در فرانسه است یا از فرانسه است. این کشتی را هم چینی ها ساختند، ولی از کشتی تایوان فرق دارد. این زیاده 335,000 تن بار می بردارد و درازی این کشتی هم 400 متر است. یک تای دیگر از این گونه کشتی های کلان حجم را شویتسیا دارد، یعنی دو کشور اروپایی، یکی گفتیم فرانسه، دیگری این کشور، و سومین تایوان از آسیا.